سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. چالش 10 روز بافت دومسبی روز دوم. ما مو رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. اگر که یکیش یه مقدار بیشتر از اون یکی باشه خیلی بهتره. به 2 قسمت تقسیم میکنیم و از اون دسته مویی که موی بیشتری برداشته شده یک مقدار جدا میکنیم. یه مقدار مو که میشه 3 دسته. حالا این مویی که ما جدا کردیم رو همونطور که دارین میبینین ما قراره که به دور این 2 بافتمون به 2 دسته مویی که داریم بتابونیم. اگر دقت بکنین میبینین که بافت اون مویی که داره دورش پیچیده میشه اول از رو دور یه دسته مو رد میشه و از زیر میاد دوباره به روی اون یکی دسته مو و دوباره یک دور میزنه، دورش میتابه و میره دوباره سراغ اون یکی دسته مو. پس به همین صورت تا انتها ما این کار رو ادامه میدیم تا آخر. هر چقدر که ما این بافت رو دسته مویی که داره دورش میتابه نازکتر باشه، خب بافت ما ظریفتر خواهد بود و هر چقدر که میزان مویی که داره دورش میتابه بیشتر باشه بافت ما یک مقدار از اون حالت ظرافت خودش بیرون میاد. یه نکته‌ای هم که باید حتما بهتون بگم اینه که ما تا وسط این بافت که رفتیم میبینیم که این دسته مویی که داره دور این 2 دسته مو دور میزنه به اصطلاح داره کوچیک‌تر میشه دیگه، به اون انتهاش میرسه. پس باید یک مقدار از زیر که خب توی بافتمون خیلی مشخص نباشه از زیر میایم به اون مویی که داره دورش تاب میخوره اضافه میکنیم. به همین راحتی. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودین.